10 11 12 آره دیگه 3 ساعت طولش کشیده. من دیگه هر جوری بوده 2 ساعته میرفتم بالا، یعنی این دفعه شده 3 ساعت. ولی خب بدنم از ذرم افت کرده نه؟ تمرین نداشتیم دیگه. الان 3 هفته است بعد مریضی کرونا، اینا همه تاثیر گذاشته دیگه. نمیدونم الان اون نشه باشه. اگه مثلا باشه که ببین تو خودت تاثیر برداری، خودت از همه مهمتره. خب میدونم، من خودم تمام سعیم دارم میکنم که قله بیام. بابا نه خودت بیا قله، من بدبخت رو ببین از دست دیوانه شدم. اصلا تو قله نمیتونی بیای، تو جامپنا هم نمیتونی بیای، تو اصلا واجب نیست تو قله بیای. چرا متوجه نیستی؟ بارگاه سوم من نفر میذارم رو قله خودش فیلم میگیره، تو با هلیکوپتر دور بزن بگی اون قشنگه. باشه خب هرچی به تو میگم تو همین جامپنا بابا میای حالت بد میشه. میام جامپنا بارگاه سوم. نه میای چیکار کنی؟ میام بارگاه سوم، از اونجا دوباره با هلیکوپتر چرخ بزنم از تو. همون دارم میگم، تو دور تا دور همین قله رو فیلم بگیری واسه فیلم خودت، واسه چیز خودت، این قشنگه. تو میای اصلا تو بیای دنبال من میگفتی که چی بشه از پشت پای من. فردا خیلی بهتر از اینه، پس فردا از این بهتر، پس این فرداش از این بهتر. فقط لازمش اینه که اینجا بمونم، همینجا هم تمرینا رو بکنیم. تو معدل تهران دوان باشه، یعنی الان این مأموری که اینجاست با خانومتونه؟ آره با هم باش. یه با ماشین چیز اومده بودن، واسه ماشین پایینیه رو رفتن چیز کردن، من دیدم خانوم رو دیگه، من اومدم چیز. باش. شما اصلا اسم من نیاری ولی بگو نمیاد. باشه باش. بگو نمیاد، ما خودمون میریم. باشه، به امید خدا. خدا. جانم نه هنوز 2 دقیقه دیگه. ما همچین آدمی. آره از سلامتی. این سلامتی هستن. نه کنسل شد. واقعا کنسل شد. حالا من ما میدونم که این اطلاع دادم. محض اطلاع خانم‌های اینجا. از این دلم براتمون اوکی بشه بریم. آرمان نیومده. نه خب وایسنم که آرمان گل محمدی، بچه حواستون باشه. سعد خانوم اینا چند تهرانن. دیدی ما رو؟ آره. بیاره باز کن بپره. سلام حسن نباشی. حسن خوب هستی؟ قربانت سلامت باشی. خوب هستی علی آقا؟ حسن خوب هستی؟ قربان شما. درد سریع من ماشین قراره رو تمامش کنه. بچه ها بیا پای راست جلو بمونه، پای چپ بذار بشین پایین هر چقدر بشین. دست جوری دست برگردون سمت
من همون کار میکنم. عالیه. هفته پیش برابش بود. خیلی همون حال تاریکی تو شب داشتیم میومدیم. خیلی جذاب شبش. بختم خر نبره بختم خر تو بابا عید و بهار بیا و شادی بیار تو بابا عید و بهار بیا و شادی بیار. شده دیگه شده. این که من برم اونجا با خانمم بخواد مأمور بگیره و بخواد سر صدا بکنه و دعوا کنه و اینا، از اصلا میگم آقا ولش کن. ولی انشالله اگه از نظر قانونی تموم بشه آدم بتونه ببینه که چه. خیلی دوست دارم با خودم بیارم کو بیارم تو طبیعت، ولی خب دیگه فعلا که شرایط اینجوری شده زدیم به کو دیگه. علی آقا حالا این هم شده یه منبع به قول معروف چیز کار کردنمون که گورو میاریم میبریم دیگه. تو این سن و سال سخته دیگه سخته، ولی خب دیگه مجبوریم دیگه بیاریم ببریم و یه کارهایی رو بکنیم که جووناش هم نمیکنه. هرچند علاقه هست چیز هست، ولی خب یکی همینه که بتونیم یه کاری انجام بدیم. همین که جوونا رو با ورزش آشنا کنیم، با طبیعت آشتی بدیم، یه راهی نشون بدیم، همین که یه منبع درآمد کوچیکه واسه ما باشه. انشالله بتونیم حداقل واسه الان که نه واسه چند سال بعد واسه همون دختر یه چیزی تهیه بود. فعلا که نتونستم کاری بکنم. ورشکست شده بودیم، کار نبود دیگه، ما هم کاری از دستمون بر نمیومد، چیز خاصی هم نداشتیم که میمدیم اینجا این زرشک میچیدیم میبردیم. زرشک‌ها اینجا زرشک‌های تیغداری هم هست، تیغ‌های خیلی بلند و تیزی داره که وقتی فرو میره تو دست تا عمق استخون فرو میره.
بر حسب غریزه هم که از جنس مخالف رو بیشتر میپسنده. اینکه نه اینکه، ولی بعضی وقتا به فکر فرو میری خب بعدش چی؟ بعدش چیه که مسئله پیش میاره که میگه اگه اینجوری بشه دوباره یه شکل دیگه ای بشه، اگه دوباره دردسرای بعدی بیاد، اگه اینجوری دوباره بشه اون موقع چی؟ میتونی؟ بعد میگی آقا به دردسرش نمیارزه، ولش. دردسر بعدیه که آدم ها چیز میکنه، وگرنه انسان دوست داره بسازه. مگه انسان، هر موجودی، اصلا از این گیاه بگیر تا حیوانات، جانوران، هر چیزی که نگاه بکنی همشون اومدن که از خودشون دوباره ژن خودشون رو باقی بذارن، بمونن دیگه. جاودانگی روی همین منشأ شکل میگیره. اگه من میرا شدم، اگه رفتم، اگه از دست رفتم، به نوعی ادامه پیدا کنم. چجوری؟ با ادامه نسلم. اگه بشه زمان رو برگردون، که نمیشه، این بار دیگه به هیچ کسی اجازه نمیدم که واسه من تصمیم گیری بکنه، اون هم در مهمترین بخش زندگی، یعنی ازدواج، که بره واسه من خواستگاری بکنه بدون اجازه من و واسه من تصمیم گیری بکنه. واقعیت اینه که اصلا آیین‌نامه فدراسیون ما هستش. هر کسی میخواد به نام خودش رکوردی ثبت کنه، هزینه‌های اولیه‌اش خودش باید متحمل. دماوند خودش به قول معروف اسطوره است واسه خود کشور. ما الان تو کوه بلند که اینجا نداریم، 8000 که نداریم، تنها کوه بلندمون همینه و اینم که اگه ثبت بشه واسه خود استان یه افتخاریه به نظر من. البته 100% از این منظر ما بیشتر نگاه کردیم. ما موافق این قضیه هستیم و خدمتتون هم عرض کنم که حمایت هم می‌کنیم. ولی ما الان میگم ما رکوردایی داریم که میگم در از 2 ساعت کارش انجام میشه. ولی این برنامه شما برنامه یه روز نیستش. یه تیمی میخواد بیاد پشت این قضیه، بیاد کار انجام بده، تصویر برداری کنه. اصلا یه قصه دیگه، یه قصه دیگه است. اینه که باید همه دستگاه‌ها بخوان اگه تو این قضیه مثلا شما با شهرداری صحبت کنیم اونا یه قسمت متقبل بشن، خود هیئت کوهنوردی ورود کنه تو این قضیه، ما یه قسمت رو بتونیم برای شما پوشش بدیم و بتونیم کمک کنیم. برای ما در بعد و هم تو بحث اخذ مجوز حتما پیگیری کنیم که ان شاءالله بتونیم مجوز اول بگیریم، چون اول باید اجازه شده بدیم. بله درست. بعد که اجازه شده دارم موقع میتونیم ورود کنیم برای بقیه مسائل و موضوعات. بعد اون ورشکستگی گفتم بیا خونه پدری بشین، من الان چیزی ندارم. قبول نکرد. خونه پدری خودش هم که بهش ارثیه رسیده بود منو راه نمیداد. دیگه ما هم مجبور شدیم بزنیم بریم. چیکار کنیم تو این وضعیت بدهی و
با اون وضعیت چیکاری نمیتونست. بعدش هم گفتیم این آروم میشه بهتر میشه، دیدیم نه نشد که الان هم رسیده تو اینجا. خدا درست میشه هرچی خدا بخواد. بالاخره ما تلاش خودمون رو میکنیم، ما برنامه‌های خودمون رو اجرا میکنیم. انشالله اگه بتونیم یه درآمدی از این به بعد به دست بیاریم، حالا از این طریق یه کمکی بکنیم با اون بچه، به خودمون. از این وضعیت خارج بشیم. فعلا که با این درگیر این مهریه و این جلب و این فرار از این ور اون ورش هیچ کاری نذاشته ما بکنیم. هر کاری خواستیم بکنیم خورده به سنگ. الو سلام، مخلصیم. خوبی حسین جان؟ جواز پوشاک مال کیه؟ جریانم جواز چیه؟ جواز پوشاک مال برادر امینای، اصلا مال من نیست. اونش هم قضیهش هم اون دادگاه هم رفتن، یه جای دیگه هم رفتن، اون شکایتاش هم کرده. اونجا اصلا مال من نیست. بده من تو دادگاه. این جواز به نام شماست که؟ به نام من فقط زده بودیم که بیمه بشن. من خودم همین هفته میرم اونو باطلش میکنم. قربانت خداحافظ. گفتم این درد سر بازم 100 دفعه بهش گفتم اینو برداره چیز بکنه. الو سلام بابا، این جواز اون دفعه بهت گفتم بابا من اینو باطلش کن، چیز کن، از اسم من در بیار. بابا جوازه نمه جواز اون رو بگنن حالا درد سر من ندار اصلا با تولیدی باره. نه جور بنیاد یه ما مامانم قال درگه نه منم علم نزدریه که زده بود دفعه دادیدم یه ماه پیش دادیدم الان گت گننده الان بو هفته زاده گت الان زاده سر بیرگین گت الان قاخ گت گنه اون باطله یه دونه باطله دانشیدین ما قبول نمده دا نمه زادنیه من گره گدن دوشم زاده دوباره زندانم. فقط درد سری منم که دادا. خداحافظ. نتونیم مثلا تبدیل منو که آزاد نبود که تمام الان که دا 16 سال میمونیم مونه آزادی ام. سلام آقا. مخلص شما. میبخشید. مزاحم شما میشیم. قربان شما. خوب هستی؟ قربان شما. ممنون سلامت باشید. مشکلت با خانمت چیه؟ به شما هم حس کردن؟ با مامور اومدن اینجا. چهره خوبی نیست دیگه شرمنده دیگه میبخشید. اینجوری کار خدا منشه حلش کنید. من شما رو میشناسم من. بله. میشناسه برید بقیه که نمیدونن که من چجوری اینه. بله میدونم چی میگی. چند سال مطالعه کردم میشناسم بچه بیشورشون یا بله. میدونم. آدمی کاری را شروع میکند انتهای کار کجاست؟ کسی نمیداند. امسال تابستان برای اولین بار 4 جبهه دماوند را کامل طی کردم، تمامی از پای کار، اما باور داشتم که کار تمام نشده. باید برنامه در فصول دیگر سال ادامه بیابد. برای همین قصد کردم که کار 4 جبهه دماوند را برای اولین بار در زمستان هم. آدمی است با توانهایش، آدمی است با امیدهایش، آدمی است با غیر ممکنهایی که شاید به ممکن تبدیل شود. چرا نمیره بهار؟ من تابستون اجرا کردم، من رکورددار 4 جبهه دماوندم 16 ساعت و 50 دقیقه. شما یه کار خاصه تا تو ایران انجام نشده به این شکل، چون ثبت رکورد همونجوری که استاد گلستانی فرمودن اینه که وجود داور در کنار شخصی که میخواد رکورد رو ثبت کنه لازم و ملزومه و اونجا ما میسن به ثانیه ثبت میکنن. اینکه شما این مسیر رو میرید حالا با جی پی اس میرید با هر چی میرید پایین برای شما میزنه، اینا هم تخصصی های گروه های خودتونه.
تا حالا همچین موضوعی در هیئت همگانی اتفاق نیفتاده که بیان ثبت رکورد ثبت برای یک قله رو بزنن. ولی ما پیگیری میکنیم، ولی ببینید ما یک قانونی برامون اومده، اصلا بخشنامه همونجوری که شما گفتید که کسی که ثبت رکورد میخواد بکنه تمام هزینه‌هاش با خودشه، اصلا بخشنامه کردن جناب میرسانی برام. اصلا چه قانون بگیم؟ آره اصلا مشخصه داورش اینا. این برای اولین باره است. مکاتبه شما زحمت بکشید فنی بگن چه چیزایی میخوان و کجاها باید این داور باشه. من احتمال میدم که هم نوردی، همراهی، همگویی باشه که تو هیئت هم فعال باشه که انشالله اون موقع مشکلتون حل میشه. اصلا آقا موتور داری تو؟ نمیدونم. موقع قله با موتور گرفته من این زمانهایی که نوشتی تنها آدم بیکاره. من میخوام کمک کنی به ما که ما هم کمک کنیم. ببین کار علمی کار تیم ورکینگه. تیم ورکینگ هم مستلزم اینه که تو گوش کنی. درسته شما خیلی استقامتت بالاست ولی یه دونه اسپاس معضلانی بیاد، یه شوک بیاد، یه آدرنالین سر قله بس بشه، یه شکلاتیه که میتونه تو رو نجات بده. اینها رو ما باید با هم بحث کنیم، کمکت کنیم یه چیز خوبی. این دانش کار یعنی من ببین قبل از این دماوند استاد ببین این چیز خودمه با شیما اصلا همین معمولیا شیما پارچه‌یا با 2 تا شیما زمستون و بارها دماوند رو صعود کردن. کاپشن گورتکس که قبل از اون که پرم که چرا دارم کاپشن چیز میبرم تو چیز میبرم ولی تو موقع حرکت فقط سنگین میشه، فقط بار تحرکمو میگیره بیشتر از اون. با تمام اون آموختهایی که تو فدراسیون به ما گفتم استاد نجاریان هم اینجا هست اصلا کاملا مغایرت. ببینید شما یه بیس شلوار پیرن باید بپوشی، یه دونه میکروفولار روی اون باید بپوشی، یه دونه شلوار گورتکسی که کلا زیپه نوع جدیدش 200 گرم هم نمیشه. ببین یه کسی که یه شلوار خودم دوختم. اجازه بدین این لباس این پایینتون بالا همینه. شما لازم نیست یه کت پر سنگین برداری. یک کت پر کوچولوی میکرو پر باید داشته باشی تو کولت این. میدونید فقط موقع اضطراری. این لباسی که ما میگیم کاملا کشه، اصلا جلوی شما رو نمیگیره. نداشتیم باید دستت کار کن، تو رو سلامت نگه میداره. باد بزنه اطلاع بده. شما کت پر پوشیدی یه دور باد بیاد توش کت پر تو یخ بزنه این میشه هیچ میشه اصلا. به هر دلیلی مجبور بشید که بیواک بکنید. چه برنامه‌ای برای دیگه تو تجهیزات خودم یه پتون نجات هست دیگه همیشه. آره یه پتون نجات هست و دیگه اون حالا کاپشن پر سنگینی که با خودم دارم اگه تو چیز بشه، ولی قاعده کار من تا حالا هیچ وقت هیچ جایی نشده که گیر بکنه. قرار نیست همیشه اتفاق بیفته. یک بار این آقا داره تاکید این نمیکنه. آقا یک دفعه سال یک بار میشه. مربی بین‌المللی فرانسه رفته محمد اورازه باور به این نداشت که وقتی 48 ساعت برف تازه داره میاد نباید بره. رفت و ضربش و برای مثلا رکورد شما مهم نیست، مهم سلامت شماست، لوازم خوبته و اینجا دوباره سالم میشی. نوک ناخونت بپره برای من عذابیه. اصلا زمانش برام مهم نیست. خودت میدونی توی شیرازه وجودیه که میتونی کار بکنی. ولی ما وظیفه‌مون از نظر لوازمی تجهیزتون کنید ببینیمتون. اگر اینها تایید نشه من الان در این شرایط تاییدی به این سود نمیدم. نگاه کن واسه یه دقیقه نفس بگیر اونجا رو ببین بالا سره. آره رسیدیم. خسته نباشی. قربان داری. قربان شما. مخلص شما. قربان شما. روبرومون ناز و کهار بعد هفت خان ونتار
نه دو تا ریزه درشت یه با طولشه نه میام اینا که ببین بالا نمید واسی باید بیاد میام بیا پس بیا حرکت عکسم گرفت حرکت کنی که عکس ماندگار تو ببین حجم برد از میانا به بالاه که میاد تا کمر تو برد کنون آقا نعمت ما بیان یا بمونیم؟ ببین حالش چطوره اینجا یه چیز صبحونه بخورید اندازه یه 10 دقیقه وقت داریم یه چیز بگیرید ببینید حالتون چطوره یه نمه استراحت کنید عکس و فیلم بگیرید تا هم تا اینجا تا ما بریم اون بالا از ما بگیرید باش بعد غذاتون رو بخورید گرم هم شدید نم حرکت کنید و برید پایین دیگه ایمان جان مزاحمت شدم میگم این کد ملی واسه تیم پشتیبانی هیئت این یه کد ملی هم بدید که ما بدیم به این سلگی در به در ببینم ما رو راحت میکنه یا نه واسه هم SMS کن یا تو تلگرام یا تو همونجا چیز بفرست در دلم پرتو ستاره دور آذرخشم گهی نشانه گرفت گه تگرگم به تازیانه گرفت بر سرم آشیانه بست کلاغ آسمان تیره گشت چون پرزاغ مرغ شب خوان که با دلم میخواند رفت و این آشیانه خالی ماند آهوان گم شدند در شب دشت آه از آن رفتگان بی‌برگشت زنگ بزن به چیز زنگ بزن به حسین پور بگو به ولی بگه اونم چی کار داری؟ خوب نگاه کن بابا خوب نگاه کن که من نذاشتم اینجا دیگه اینجا که نیست نه بابا نذاشتم میگی نگاه کن به قبلم نگاه کنم اینجا گذاشته بودم بذار اینا شماره ولی گرفتم بذار چی با اینا نگاه کنم آها نه اینجا خیلی من ترسیدم که ای بابا گفتم دوباره همه چیز برگرد بعد راستی از اینجا چیزو بزن اگه چه برنامه رو بزن چقدر من گیجم گفتم گوشی جام آرمنیا خودتو برسونی تا دوشاخ من میرم بالا برمیگردم میام کولتو میگیرم اون قسمت آخر خیلی اذیت میشه
چون هنوز با ارتفاع چیز نیستی؟ من زودتر برم بالا، برم اینا رو بذارم تو اون اتاق. خب بعد برمیگردم دنبال تو. آقا نعمت خوبی؟ این کاپشنو بپوش. پوشیدم خوبم. نه کوله‌اشو بزنم. بیا اینو بنداز رو کوله. الان اینجا یخ میکنی. بپوش. دستو ببینم. هواییه. آنه من این بادی خدا قوت. قربان. در رو ببن. در رو ببن. من سر مردم. الان 2 دقیقه دیگه اینجا منجمد نشی. بیا برو تو چیز الکی اونجا وای نست. دوربینت هم بیا بذار همینجا. گوش کن بهت میگم. اول برو بدنت گرم بشه، از اون حالت بخاری که داره تو بدنت چیز بشه، توی کیسه خواب چیز بشه. نیم ساعت بعد بیا برو بیرون. برو هر چقدر دلت خواست بچرخ. من هنوزم با اون حس نرسیدم. با همه این دردسرا، با این همه مرگ‌ها، مرگ پدر، خواهر، مادر، همین جدایی‌ها و این دردی‌ها، ورشکستگی، با همه اینها هنوزم حس نکردم که پیر شدم. یه علتی که همیشه این حس رو دارم اینه که هنوز هر کاری خواستم بکنم انجام دادم. از نظر بدنی دارم میگم و فعالیت بدنی. شاید همین حس است، همین که هنوز میگم میتونم و انجام میدم، این خودش خیلی تاثیر گذاشته. امشب که هم هوایی، فردام یه نیمچه قلده و هم هوایی. واسه پس فردا میرم یا شمال شرقی میرم یا شمالی میرم. دست من مرتوب نباید استفاده کنم. ولی خب دیگه چیز دیگه ای نیست. آب که نیست. یه چای درست کنیم و یه چیزی بخوریم و حرکت کنیم. یه تمرینی بریم بالا. یه آب بخور که پایین رفتن دیگه آب نداریم. باشه یه ده بریزیم. خودت بیبر. بله بکن. رنگی نمیشه دهنیم. بریم پایین. کارهایی که مونده رو ردیف کنیم. یه مقدار میزون بکنیم. بعد دوباره هفته دیگه برمیگردیم میاییم بالا.
از بلای روی تو نشسته بسی. اگر مراجعم نبود اون موقع طلا 400 تومان 300 تومان بود. آقا من رفتم اونجا مأمور رو برد دیگه من بودم میرفتی دفتر خونه با یه وکیل باید مشورت میگردی. شما میرفتی دفتر خونه جنبت نمیکرد چه میگه شما کی میری دفتر خونه؟ حالا دیگه شده دیگه هرس نخود. این چیش دوباره رفته از نفقه واسه خودش شکایت کرده. یه بار میره مال بچه شکایت میکنه، یه بار میره خودش شکایت میکنه، یه بار میره بابا طلاقتو گرفتی دیگه. شاید یزدانی این هفته من دارم نگاه میکنم وزشگاه بازار یک شنبه هفته آینده پنجره‌ای داره میده. من اتفاقا حواسم هست یعنی هوا میده، هوا اونجوری که مثلا پنجره امن باشه مثلا بتونه مثلا یه کار یه روز کامل انجام بده من ندیدم واقعیتش. یه سمنت رو بخور، یه بیرون یه مقدار قدم بزن، یه مقدار چیز کن، بعد بیا بالا تا اونجا که میتونی. منم میرم قله، من کرامپون رو برمیدارم میرم قله. یه مسیر غربی رو اگه ببینم وضعیتش چجوری یه بررسی کنم غربی رو میرم پایین. اگه وقت بود و میزون بود میرم تا سیمرغ، چون اون مسیر مهمترین مشکل ما توی این 4 جبهه مسیر غربیه، زیر قلهشه که زیر قلهش بدترین مسیره، وگرنه مسیرهای دیگه چندان مشکلی نداره. باشی که داره میره بلند شد. مشهدیه؟ آره باشه. اصلا اومدن از اشتباهه. تو هم باید داری با هلیکوپتر بیایی، فقط اگه بسین هلیکوپتر بگی با هلیکوپتر فیلم برداری کنی همین. سلام نعمت. خدا قوت. خدا قوت. خدا قوت. بدنم اینجا همش پرد شده. پنجشنبه یه ذره بارش باد نیست. امیدوارم سرعت باد بیاد پایین. انشالله دست شما درد نکنه. ممنونتم. ممنونتم استاد. ممنون، خیلی ممنون. قربان شما، ممنون. خداحافظ. خداحافظ. خب اینم از این. خودش زنگ زد. خب من واسه آخر هفته دیگه باید جور کنیم، چون هفته بعدش اینجوری که پیش بینی کردن، خب هفته بعد شنبه یک شنبه دوشنبه از 29 30 به اونور هوا خرابه دیگه. مجبوریم دیگه. اگه هلیکوپتر، حالا هلال احمر گفته انشالله به امید خود هلیکوپتر میدم انشالله. نمیدونم حالا اون نشه باشه. اگه مثلا باشه که ببین تو خودت تصویر برداری، خودت از همه مهمتره. خب میدونم، من خودم تمام سعیم دارم میکنم که قله بیام. بابا نه خودت بیا قله. من بدبخت رو ببین از دست دیوانه شدم. اصلا تو
قله نمیتونی بیای، تو جامپنا هم نمیتونی بیای، تو اصلا واجب نیست تو قله بیای. چرا متوجه نیستی؟ بارگاه سوم من نفر میذارم رو قله خودش فیلم میگیره، تو با هلیکوپتر دور بزن بگی اون قشنگه باشه. خب هرچی به تو میگم تو همین جامپنا بابا میای حالت بد میشه. میام جامپنا بارگاه سوم میای چیکار کنی؟ میام بارگاه سوم از اونجا دوباره با هلیکوپتر چرخ بزنم از تو. همون دارم میگم تو دور تا دور همین قله رو فیلم بگیری واسه فیلم خودت، واسه چیز خودت، این قشنگه. دسترسی پیدا کنم. خب بده من منتظرم، شاید دیگه آنتن ندم، ما داریم میریم بالا. آقا نعمت آقا نعمت سلام آقا نعمت. آقا نعمت عالی، فردا رو قله عالی باشه. خیلی مخلصیم. سلام قربانت، خوب هستی؟ قربانت، چه میکنی؟ خوبی آقا نعمت؟ خدا رو شکر عالی با انرژی فردا رو قله انشالله. به نام خدا. فردا انشالله روز رکوردگیری چارزل دماونده. دوستانی که اومدن، اول نماینده خود فدراسیون محمد آقا هستن، محمد آقا صادقی فر. محمد آقا صادقی فر اول صحبتاشو بکنه، بعد ما جزئیات برنامه این که نفراتی که کجا میان کجا وای میسن رو تبیین میکنیم. محمد آقا شما شروع بکنید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان. گویا 18 نفر هستیم، گویا 17 نفر برای روز فردا. 17 نفرتون باید زحمت بکشید هممون، برای اینکه مراحل رکوردگیری و زحماتی که آقا نعمت یزدانی برای فردا داره میکشه ثبت بشه و بره برای انشالله ثبت رکورد. لحظه به لحظه ایشون رو مشاهده میکنید با اعلام ساعت، یعنی ساعت 8 صبح 9 صبح اینجا ضلع شمال شرقی قله دماوند آقای یزدانی اینجا تو ارتفاع 5200 که 50 رد شده. تمامی این ثبت‌ها تحویل من میشه. این مراحلی که برای 10 تا ما خوب انجام ندیم ممکنه خدای نکرده این همه زحمت، این همه تلاش و این همه ریسک به ثمر نرسه. باید هممون در ابتدا مراقبت از خودمون، یک نفر از این بچه‌ها حادثه بده خدای نکرده مجبور میشه که کلا تیم کارش رو رها کنه، بپردازه به وضعیت جسمانی نفر، چون دیگه اون لحظه تماما استرس میشه، اون رکورد دیگه هیچ معنایی نداره. کاملا مراقب خودتون باشید. جاهایی که حس میکنید که سرد هست، احتمال ایستادن نیست، به بگونه‌ای حالت خب به هر حال ارتفاع زدگی وجود داره، فوراً برگردید تو جایگزینش. هیچ تعارفی هم وجود نداره. بهتره که تو پناهگاه توی قسمت ضلع شمالی و شمال شرقی در راستای اوایل مسیر، یعنی تو ارتفاع 5500 تیم حضور داشته باشه. اگه حضور داشته باشه هم از لحاظ انرژی ایشون خیلی تاثیر مثبتی داره که می‌بینه بچه‌ها وایسادن، هم بابت رکوردگیری که ثبتشون. این چیزی تا اینجا رو دوباره مرور می‌کنیم. 4 صبح استارت، 6 و نیم تقریبا روی قله، 6 و نیم حرکت به سمت شمال شرقی و تا برگشت ایشون 10 و نیم قله است. محدوده قله. تیم شمالی پس تو همین هول و هوش باید ما سعی می‌کنیم 10 دیگه رو قله باشه. شمال شهر تمامی افرادمون چیزی باشه 1 و نیم تا 2 بعد از ظهر بعد سرازی بشه.
هممون دوی بازور سرازیریم، اینجا مستقریم. بازم تاکید میکنم آقای یزدانی داره میره غربی، میاد بالا بندات هست. شمالی رو من اومدم بالا، یه فیلم گرفتن سمت غربی دیگه. همه سرازیر اومد بارگاه، پایانش اعلام میکنم توی دوربین، پایان چارزل، آخرین نقطه چارزل تاریخ فلان. تمام که اکثرا نصف تیم پایین باشه. خودت اول بیا برو بخواب. شما من برم که دوباره همین میگه من جا ندارم اون جا نداره. یه جور مرتب کنیم که همه بخوابم. نه من جا پیدا میشه. نه این 2 نفرم بیان. چیز امیرم هست. با هم پیام دادم با تک روستا، هم توی واسم توی خدمتش هستم که SMS که 1 ساعت حرکت رو مشخص کنن. 2 اسامی نفراتی که در پناهگاه مستقر هستن به اضافه شما تماس بگیرن که بتونیم ما اون تماسات رو که حرکت ها رو که ما سیر حرکت ها رو بگیریم ازشون. که ساعت 12:40 است. دوربین رو برداشتید؟ 12:50 دوربینم آره تو گوشی تو کولمه. باتری اضافه اینا باتری اضافه هم یه دونه برداشتم. به امید خدا. با اجازه. یا علی به سلامت. محمد جان یا علی. قربونت خدا. صدا میاد؟ میخوام برم خونه. کیه؟ آره دیگه. صدا میاد؟ آره. رضا کجا رفتی؟ بله بیا. رضا بلند شو. بیا این بدون دستکش هم شدم. بدون دستکش رفتم. بعدا از یادم بسازه عادت میکنه دیگه. ما خونه‌مندون رو با نعمت ما گرفتیم. نه آقا این حرفو نزنی. شما استاد مایی. امروز سه‌شنبه 10 اسفند 1400 اولین صعود پیوسته 4 جبهه دماوند. با امید خدا و کمک دوستان میریم ببینیم تو زمستان اولین صعود 4 جبهه چند ساعت تمام. 4:15 ساعت. نورت هم وصل کردی. ای بابا نگفتی نزن سرت دیگه. میخوان مهندس نورت بده من سری بزنم. نه بابا نور نمیدونم کجا انداخت. بدو علی رو چیزش نصب. چیزش نصب. آره چیز کجا اونو کجا گذاشتی؟ تو این چی بده؟ بده پیداش کن. نه پیدا کن بزن. گذاشتی توی جیب درم که چیز نشه. بیا اینو بزن ولش کن. ما که تو روشنایی میریم بزنش دیگه. بخوره ببینم.
امروز 10 اسفند 1400 برنامه 4 جبهه دماوند آقا نعمت الله یزدانی. ماشاءالله آقا نعمت، ماشاءالله. جبهه اول که از جنوبی اومدن بالا. ماشاءالله آقا نعمت. قربانت نریمان جان، دمت گرم. قربونت برم، ماشاءالله. از جنوبی اومدن بالا و الان میرم قله. البته اینجا تقریبا عالی عزیز منی. شما فرمان فیلم برداری میکنم. بعد قله که میری سمت شمال شرقی، درست؟ شمال شرقی. شمال شرقی انشالله. خدا قوت. ماشاءالله. قربان. دمت گرم. سر قله عکس میگیرید خودتون دیگه؟ آره یه عکس میگیرید. باشه. برو پایین. دمت گرم. چاکریم. چیز؟ بیا این رو بده. بده بچه ها بیارم بالا. چند که فیلم گرفتم ازت. خب دستکش اضافه داری؟ نه اینو نه خودت داری؟ بده من بوشم دستان لامسه سرما زده. بپوش خیلی سرد اون با من دست سرما نشده. کار هیچ کس نبود غیر تو این سرما. دیگه هیچ کی رو نداشتن. خب الان برو بالا. اومدی پایین سوتی چیزی نداری؟ خب من چیزا رو اوکی کنم. نه اونجا نه، از اون ور میرم. تو دیگه برو پایین. آقا باید از اون ور برم. از اون پشت، از اون ور. این بره در یخار. این یال مولاره. بعد این بغلش هم در یخاره. دیگه زحمت نکش، بسته. تو دستکشت کوش. بپوش در بیار. نداری بیا خودت بگی. اصلا بیا. قله دماوند نصیره چلوی عالی. ماشاءالله. میرم سمت شمالی. دقیقاً 4 ساعت هستش که استارت زدن و اینکه باید قطعاً طبق زمانبندی الان یه صعود و یه فرود انجام شده باشه. البته هنوز هیچ اطلاعاتی از ترک‌های ثبت شده دریافت نکردم. ای لعنتی. لعنتی. نعرفش.
یا الله میبخشین. سلام، خسته نباشید. خوب هستی؟ خسته نباشید. خوبی؟ قربانش. میبخشید، خسته نباشید. قربانش. خسته نباشید. اومدید این طرف تا پایین. دمتون گرم. عالی. چی را افتاده صبح؟ 4 و تقریبا 20 دقیقه. شما الان بالا میاد؟ یا میرید پایین؟ آره میرم بالا، میرم شمالی، بعد میرم غربی. سلامتش. بفرمایید. جانپناه تخت فریدون امروز 10 اسفند 1400. خب آقای تک روستا بالاخره رکورد رو زد و در عین ناباوری به قله رسید و حتی کار شاخی کرد. دمش گرم، ماشاءالله داره. دمت گرم آقای تک روستا، کارت درسته. هم کارگردان خوبی هستی، هم کوهنورد خوبی. آقا نعمت شنیدم؟ آره 12 رفته زده شمالی. آره دهنم سرویس شد. از اون پایین برف‌کوبی میکنه. آقا مشتبه علی آقا دستتون درد نکنه، ممنونم. ماشاءالله ماشاءالله. قربان شما. موفقیت. امروز 10 اسفند ماه
روز سه‌شنبه یا آقا برو شما برو ماشاءالله. خب یه تماس با آیه تکروستا من بگیرم ببینم که الان تو چه شرایطی هستن. از شروع برنامهشون 10 ساعت و نیم گذشته. ساعت چنده؟ ساعت الان 2:42. در حال حاضر تماس با مشترک. آقا ونداد صدا منو داری؟ عادل صدا من داری؟ این چیزه مشتاقه بود من صحبت کردم گفتم شاید این بالا بتونم باید ارتباط بگیرم. باشه مشتاق جان چی شد؟ کار شما چی شد؟ نکنه اون رو هم یزد. الو سلام خوبی؟ دیگه رسیدیم این مستند در پناهگاه من تاکید دارم میکنم یه تیم 5 نفره بیایید بالا لطفا. امروز 10/12/1400 آقا نعمت یزدانی صعود به 4 ظل قله دماوند ظل غربی ساعت 1:06. سلام آقا نعمت، خدا قوت. درود. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تو این چیزی بخورید بله دیگه تموم کرد. بسیار عالی، دمتون گرم، واقعا عالی بود. الان براتون غذا درست کردم. یعنی در این حرکته؟ معلوم نیست آنتن میره دیگه. یکی گره. سلام. خوبی شما کجایی الان؟ ما الان بارگاه سومیم، بچه ها همه اومدن. آقای ونداد همین یک رو پیش تماس گرفت. گفت ما تو جبهه غربی هستیم، میایم سمت قله، به امید خدا از اونجا بیام پایین. شما امشب پایین میری یا همون شب بالا میمونی؟
امروز همه رفتن قله، خسته و کوفته درب و داغونن، الان ریختن تو اتاق خوابیدن بندگان خدا. ممنون بنده جان. چاکریم آقا. اینجا چند ساعت منتظر ما بودید. زیزید. توی جانبنای سیمور غربی. آخرین مرحله. آخرین زل. بریم بالا بریم چی میشه. همون شروع شده، ما تو بارگاه سومیم، حتی شروع شده، چه برسه به سمت قله. گرفت؟ نه دارم زنگ میزنم نمیگم. باید از اون که گوشش خاموشه. فقط مینا خانم تماس میگیره. چه طول میکشه؟ بابا حالا بیان سالم بیان رکورد هر تایمی شد. آره مهم نیست. بعد آقا نعمت تلفنش خاموش بود دوباره روشن شده. اینها مثلا چیزی که احتمالا نمیدونیم چیکار بعد 12. حالا آقای صادقی فرق جان آقای صادقی فرق چی میگن؟ جان؟ الو میگم بعد امکانات بیواک چی دارن با خودشون؟ هیچی اصلا اعتقادی به کانو دارن نکناسن. حالا آقای کردیم اینا دوستان رو دیدارن تو حالا قرار بر اینه که میخواد شما هم تماس بگیرید 112. خب اینجا که ما پیگیری میکنیم ولی شما اونجا تو اونجا اعلام حادثه کنن. اونجا اعلام حادثه کنن. آره شما بعد اونجا یه نظر شما تماساتون رو انجام بدید ما هم تماس میگیریم. آقای تکروستا شک نکن که باید هر چه سریعتر اعلام حادثه بکنی. اصلا شک نکن به این قضیه. چراغات خاموش کردی آقا. چی شد؟ نه چیزی حداقل روشنای ماه بود کمک می‌کرد. الان یزدانی مهمه، رکورد مهم نیست. طرفی که زنگ میزنه میگه آقا من دلم برای آقا یزدانی چیز نگران فلانه، یزدانی براش مهمه. رکوردش نمیگه آقا دلم برای رکورد یزدانی فلانه. نه ما هم زنگ نداره که بگه چند ساعت زده، زنگ آقا یزدانی کجاست؟ خودش مهمه. خب ما هم خوشبینانه میگن پیداش میشه و تموم هم میشه برنامه‌اش دیگه این برنامه سرش میفته. قول معروف انجام شده میشه. رکوردو بزنه چه نظر. آره تموم شده. نه ما که میشناسیم، ما که باهاش پا به کوب بودیم امسال از این دیگه نجارین اومد باش رفتیم. جباریان نه بابا جواب هیچ کدوم به پای نمیرسن. من با همشونو میشناسم. انشالله که سالم و سلامت بیاد. یه تجربه هم بشه برای وقتی امکانات آره مقاومت نکنه برای تجهیزات. آفرین. بچه‌ها همه بارگاه سوم هم به جز این 2 نفر. بله؟ نه نتونستن دیگه، همون اونا دارن. آره هوا پسش نکنید اینو. البته خب چیزا گفت دارم ولی از طرف شما دردش ندید ببینید چی میشه. بسیار خوب. باشه پس ما تا 8 ماه هم صبر میکنیم. ببخشید استاد این شرایطی بود که ما اول کسی میگی به دوزاره که دیگه تا اون بعد بقیه کار انجام. بسیار خوب باشه. آیه سولی هم اینجا هستن. من عیناً منتقل میکنم تا صداتون رو آیفونه. اگه خوبی آره میام چیزاش اینو کپسول رو گرفت از من. بر داره. خب کپسول ندارم گفتم. برن سیمو یزدانی شده تیرکا رو در بیار آتیش بزنه. هیچ نگاه والا. خدا وقتی آدم تو در شرایطه به همین در بیار.
داشته باشه. اون بالا یکی دو تا این خطی نازکای کلیدزی هست. من بچه. بالگرد که داره میاد، یه جبهه غریبی هم یه سر بزنه. تیمی هم که از بچهای کرج دارن میرن زیاد تیم ارتفاعی تو این حال و هوا نیستن. شما مثلا حداقل از طرف امداد نجات اون بچه‌هایی که آقای صادقی فر گفتن حداقل اونا رو نمیدونم بفرستید با همون بالگردی که میخواد بیاد، با همون نمیتونید بفرستید بالگرد سوم. بالگرد از تهران میاد و بچه‌های ما هستن دنیا دارن و اینکه پیشران دیروز یه عملیات خیلی سخت داشتن. صدای من میشنوی؟ این دعوا چطوری همیش؟ چی؟ الان بهتر شد. آره صدا تو داریم جانم. جفتشون دیدم. سلام آقای سلگی، خوبید؟ آقای سلگی خدا رو شکر علی هاشمی رسید بهشون، جفتشونم حالشون خوبه، دارن میان پایین. آقای عزمی خدا به قوت بده. بیا ماشاءالله، هزار ماشاءالله. مرد بزرگ، قدرتمند، یه دونه ای به خدا. خدا بهت کمک کرد، به ما کمک کرد. باز افتخاری، باز افتخاری. خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. خدا شکر، خدا شکر.